شکایت وضع موجود از سوی رئیس جمهور پیشین زیر حصر خانگی. کرزی میگوید وضعیت اقتصادی افغانستان فاجعه بار است. کشتار هزاره ها از دیروز تا امروز. جبهه مقاومت میگوید که کشتار هزاره ها از سوی طالبان در سال 1377 نسل کشی است. شگفتی غرب و طالبان از سقوط زودهنگام افغانستان. کاردار سابق سفارت امریکا در کابل میگوید که طالبان از سقوط سریع افغانستان شگفتی زده شده بودند. و رویارویی کرملین با غرب. مددوف میگوید که غرب برنامه درازمدت برای نابودی روسیه دارد. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور در مصاحبه با رادیو ملی امریکا NPR گفته است که پس از سقوط افغانستان به دست طالبان این کشور از نظر اقتصادی در یک وضعیت فاجعه بار قرار گرفته است. آقای کرزی از امریکا خواست تا اشتباهات خود را در افغانستان اصلاح کند. او افزوده است که کارهایی وجود دارد که ایالات متحده اکنون میتواند برای کمک به مردم افغانستان انجام دهد، از جمله آزاد کردن ذخایر مالی افغانستان. رئیس جمهور پیشین افغانستان بار دیگر تاکید کرده است که طالبان افغان هستند، آنها متعلق به این کشور هستند، ما آنها را میشناسیم، آنها ما را میشناسند. او با اشاره به همشمول نبودن کابینه طالبان افزوده است از نظر پایان دادن به جنگ و درگیری گسترده ما خوشحالیم. ثبات بیشتر، امنیت بیشتر وجود دارد، اما از نظر داشتن حکومت در افغانستان که همه مردم خود را در آن بیابند ما هنوز راه داریم. کرزی به نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مخالفت کرده و گفته است که روز خروج آنها بسیار ناپسند و ناخوشایند بود. بسیاری از خانواده ها در میان هرج و مرج از هم جدا شدند و خود این یک فاجعه است، یک فاجعه بزرگ و شرم بر ماست. آقای کرزی همچنان در مورد برسمیت شناسی طالبان از سوی جهان گفت ما باید اطمینان حاصل کنیم که همه مردم افغانستان خود را متعلق به این کشور و نماینده دولت بدانند و همه اقدام‌های لازم را انجام دهیم تا با بقیه جهان ثابت کنیم که برای افغانستان خوب است. حامد کرزی با اشاره به ممانعت آموزش دختران در کشور گفته است اگر این وضعیت ادامه پیدا کند یک دهه بعد ما بدتر از آنچه که اکنون هستیم خواهیم بود. از آنجایی که کرزی از سوی طالبان ممنوع خروج شده است گفت که از طالبان برای سفر به خارج از کشور برای چندین مراسم و رویدادها درخواست کرده است، اما همیشه با آن مخالفت شده است. در آستانه 24مین سالگرد قتل عام هزاره ها توسط طالبان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ، جبهه مقاومت ملی خواستار شناسایی این رویداد با عنوان نسل کشی است. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی روز سه‌شنبه اجری اسد در توییت گفته است که طالبان در ماه اسد سال 1998 1000 غیر نظامی هزاره را در مزار شریف قتل عام کردند. به گفته نظری این افراد به دلایل نژادی و فرقه‌ای کشته شدند. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی خواستار شناسایی این عمل طالبان با عنوان نسل کشی شده است. نظری تاکید کرده است که مردم افغانستان امروز بار دیگر با تکرار جنایت‌های طالبان روبرو هستند. طالبان پس از تسلط بر شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ در ابده اسد سال 1377 به قتل عام مردم در این شهر دست زدند. راز ویلسون کاردار پیشین ایالات متحده آمریکا در افغانستان در گفتگو با اسکای نیوز گفته است این تنها غرب نبود که از سرعت تسلط طالبان در افغانستان شگفت زده شده بود، بلکه حتی خود طالبان از تصرف سریع این کشور شوکه شده بودند. آقای ویلسون افزوده است که جنگجویان طالبان از توانایی‌های فرماندهان خود پیشی گرفته بودند و آنها موفق‌تر بودند زیرا سخت‌تر، طولانی‌تر و مصمم‌تر از هر کسی دیگر جنگیدند. این دیپلمات آمریکایی افزوده است با توجه به این مسئله غافلگیر شدن آنان در واکنش آنها پس از سقوط دولت نشان داده میشد، چون زمان زیاد طول کشید تا بفهمند که بعداً چی کار باید انجام دهند، چگونه خود را سازماندهی کنند و آنها هنوز واقعا خود را خیلی مؤثر برای رهبری دولت سازماندهی نکرده بودند. ویلسون همچنان خاطر نشان کرده که با در نظر داشت نحوه تسلط طالبان با زور اسلحه بر افغانستان آنان از حمایت عمومی مردم برخوردار نیستند. او اضافه کرده است در کابل نسلی که ایالات متحده با سایر متحدان ما که در افغانستان بودند و روی آن سرمایه گذاری کرده بودند بیشترشان هنوز آنجا هستند. ویلسون تصریح کرده است این به این معنا نیست که من فکر میکنم سقوط طالبان قریب الوقوع است یا اینکه غربی ها اگر بخواهند یا کسانی که ما بر روی آنها سرمایه گذاری کرده ایم در شرف تصرف دوباره افغانستان هستند. این اظهارات کاردار پیشین سفارت آمریکا در کابل در حال صورت میگیرد که پس از 1 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان هنوز هیچ کشور آنها را به رسمیت نشناخته است.
در ادامه جنگ اوکراین و روسیه، رئیس جمهور سابق و معاون شورای امنیت ملی این کشور گفته است که غرب برنامه درازمدت برای نابودی روسیه دارد. دیمیتری مدودوف با اشاره به تهدیدهای غرب علیه روسیه روز دوشنبه 8 اگست به خبرگزاری تاس گفته است که جنگ 2008 در گرجستان، گسترش اتحاد نظامی ناتو به سمت شرق و جنگ اوکراین بخشی از تلاش آمریکا و متحدانش برای نابودی روسیه است. با این حال مدودوف تاکید کرده است که کشورش به اهداف خود در اوکراین دست خواهد یافت. مدودوف افزوده است روسیه در حال انجام یک عملیات نظامی ویژه در اوکراین است و این کشور طبق شرایط ما به صلح دست می‌یابد. این در حال است که جنگ اوکراین تاثیر عمیق اقتصادی بر جهان گذاشته و شمار زیاد از کشورها خواهان توقف این درگیری هستند.